من با ایمان شما خطاب میکنم خواهرای عزیز، با ایمان شما خطاب میکنم که اگر شما به خدا و به روز قیامت، به روز حساب و جزا ایمان داره، از این خدمای خودتون باز بداره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند و بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند و خودپسند و متکبر هستند. آنها منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. روایت بیهقی. خواهرای عزیز، چند صفتی که در این حدیث بیان می شود 100% در شما وجود داره. این را خوب اندیشه کنه. یکمش ای که پیامبر خدا میگه زنهایی که خودشون به نمایش میگذارن، شما خودتون به نمایش میگذاره. دویمش این که خودپسند متکبر هستند. این صفت در شما وجود داره. وقتی که شما را نصیحت کرده میشوه، شما از متکبریتون، از خودپسندیتون میگه که برای زن خواهرای خودت نصیحت بکن. با من چیکار داری؟ گوری تو جدا، گوری من جدا. این نشانه متکبری و خودپسندی است. و نشانه منافقی هم در شما وجود داره که در پوبلیک شما یک چهره دیگر داره و در زندگیتون چهره دیگر داره. این را درویگی یعنی منافقی میگن. سبحان الله. این صفات هایی که جناب رسول الله میگه در شما 100% وجود داره و شما بدترین زنای روی دنیا هسته. خواه قبول میکنه خواه نمیکنه، انتظار عذاب الله باشه. پیش از این که این کارها را میکنه، خودنمایی میکنه و صدها مردی مسلمان را بیقرار میکنه، جواب خودتون در پیشگاه الله تیار بکنه. این سخن من نبود، سخن جناب رسول الله بود. اگر شما با پیامبر ایمان داره و پیامبر دوست میداره، این سخن پیامبر برای شما ارزش داشته باشه، این سخن قبول میکنی.